واشر برای زدنه. اصلا واشر میذارن که بزنه. آره 90 رره جا میذاره. شتابش واقعا از تیپ 2 خودم خیلی بهتره. سلام، من سجادم، به مورالین خوش اومدید. امروز دو تا 206 داریم، دو تا تیپ 2، یکی ایرانیزه یکی فرانسوی. لذت رانندگی اینو که گرفتم این بالا لینکشو میذارم. بریم ببینیم لذت رانندگی تیپ 2 فرانسوی چطوره، آیا ارزش خرید داره یا نه، و با رقبای خودش مثل تیبا 2 پراید 111 و کویک مقایسه کنیم ببینیم کدوم یکی بهتره. با ما همراه باشید. پژو 206 تیپ 2 فرانسوی مدل 84 از نظر ظاهری کاملا شبیه 206 ایرانیزه هست. حالا این چراغاش رو یک مقداری مالک اومده تغییر داده. چراغای جلو اصطلاحا میگن کبریتیه. چرخاش رو یک مقداری تغییر دادن و حالا پهنه 205 رو استفاده کردن که حالت فابریک 185 و این نوارهای سیاه رنگ که روی ستون بی ماشین قرار گرفته اصالت ماشین رو میرسونه. چراغهای کبریتی عقب که حالا تو برخی این قسمت بالا حالت برفی داره و سپر عقب که خب مالک عوضش کرده. توی تیپ 2 فرانسوی اصلیاش قسمت مهشکن یک حالت خطی داره. ماشین کیلس استارت شده. بریم با هم ببینیم که آیا این ماشین ارزش خرید داره یا نه و توی رانندگی و حس حال رانندگیش بگم که نسبت به رقبای خودش تیبا 2 کویک و پراید 111 آیا ارزنده تر هست یا نه. با ما همراه باشید. کیلس داشتم نداشتی؟ خب ماشین کیلسه، باید حالا پا رو مثل ماشین اتومات روی ترمز قرار بدیم تا استارت بخوره. زیاد به حالا پشت آمپر دقت نکنین که حالا روشن اون علامت موتور و ایربگ مهم نیست. الان که ماشین روشنه در حالت درجا صدای موتور یک مقداری حالا داخل کابین میاد نسبت به میتونم بگم پراید 111 و حالا تیبا 2 کویک یک مقداری صدا بیشتر داخل کابین داره میاد و ماشین اگر خواستیم بگیرین نیاز داره به دمپینگ دیگه. یک هزینه 3 تا 6 میلیونی دمپینگ قسمت کاپوتو ارزان به خدمت شما داخل کابین هزینه‌اش هست. خب توی همین اول رانندگی بهتون بگم نسبت به 206 ایرانیزه واقعا جنس پلاستیک داشبورد و رودری ها خیلی بهتره. حالا مالک خوش‌ذوق ما هم این قسمت رودری ها رو تغییر دادن. حالت فابریک ماشین این تریم آبی رنگ رو داره. ماشین فرانسوی هست و الان از سال 84 تا الان یک چیز اولوش تقریبا 19-20 ساله که این ماشین سنشه دیگه، درسته؟ آره اون کار کردی که گفتم من بیرون 2 برابرش 413,000 کیلومتر کار کرده و یکم روشن کنیم قسمت بخار بره. ایسوی ماشین سجمنت هست و عرضم به خدمت شما که دریچه گاز ماشین برقیه ولی واقعا نسبت به دریچه گاز برقی 206 ایرانیزه خیلی بهتر داره عمل میکنه و الان نگاه کنین من الان گاز میدم دارن یک حالا تأخیرش خیلی واقعا کمتره نسبت به دریچه گازهای حالا ایسی‌های ایرانی و خیلی بهتر داره عمل میکنه. اما کلاج ماشین سفت‌تر هست واقعا و یک مقداری حالا نیاز به تعویض حالا سیم کلاج و اینا هم داره ماشین. به هر حال ماشین 206 تیپ 2 که شما دارین میگیرین کارکرد بالایی داره و باید حالا یک سری هزینه ها رو کنید. تست سنگ فرش رو داریم الان انجام میدیم. کابین ماشین داخل اتاق کاملا به سر صدا افتاده. ستون A، ستون B، صندلی ها، در صندوق که دیگه برای خودش داره قشنگ سمفونی می‌نوازه. اما نکته مهم اینه که داشبورد واقعا هنوز به صدا نیفتاده. خیلی جالبه. حالا تو ماشینای مثل تیبا 2 ارزم به خدمت شما کویک و اینها خیلی زودتر با هم کار کرده پایین به سر صدا میفته. قسمتش ببینیم قدرت بخارزدایی ماشین چقدر هست. الان من دارم با 20 تا که میرم واقعا همون حس پراید 111 رو داره به من میده. از تمام قطعات کابین
داره سر صدا میاد. ماشین به دمپینگ اساسی نیاز داره صداگیری. اما سیستم تعلیق ماشین یک مقداری خوشتر داره نشون میده به اون 206 ایرانیزی که من داشتم که میتونه حالا از کارکرد بالای ماشین هم تا حدی باشه. حالا یک مقداری هم به هر حال آب و هوا بارونی هست، نمیتونیم به اون صورت از ماشین از شتابش استفاده کنیم که هرچی شتاب حالا خیلی بالایی هم نداره، ولی نسبت به 206 تیپ 2 ایرانیزه خودم واقعا خیلی بهتره. با اینکه از اون الان فکر میکنم 15 سال بزرگتره، واقعا تو شتابگیری از اون یکی بهتره. صدای موتور تقریبا از بعد 2500 3000 داخل کابین میاد. به هر حال حجم ماشین، حجم موتورش پایین هست و 8 سوپاپ تا حدی طبیعیه و از رقبای خودش هم حالا تو این 206 فرانسوی یک مقداری بیشتر هست. میشه گفت تقریبا در حد همون سر و صدای تیبادو تو دور موتورهای بالا. تعلیق ماشین خشکه، واقعا خشکه. کسی که عقب بشینه که دیگه بیشتر احساس میکنه این کوبشا رو. از نظر فضای کابین هم من بخوام بگم، سرنشین جلو که راحتن، واقعا جاپایی که داره کامل راحت، ولی اون عقبی‌ها زجر میکشن. برای یک مسافت کوتاهی مثلا 4-5 کیلومتر داخل شهر بخواد کسی عقب بشینه اوکیه، ولی اگه بخواین یک مسافرت برین دیگه یک مقداری بنده خدا اذیت میشه. 3 نفر 2 نفره در اصل، اگه 3 نفر، اگه یک مثلا کوچیکی بچه کوچیکی چیزی باشه اوکی. گفتم کلاژ ماشین سفتره، هم از کویک هم تیبادوهای مدل 98 به بالا، از پراید 111 نرمتره، با اینکه سیم کلاژش ماشین من فکر میکنم ایراد داره. از نظر شتابی هم میتونم بگم که میتونه در حد این کویک‌های جدیدی که درجه گازشون برقی شده باشه، کویک اس نمیدونم چه جی ایکس آر ال فلان، ولی از قدیمی ها میخوره. آره من با تیبادو مطالعه چیزا تیبادو رو که عجیب میخوره، یعنی ازش آره ما نتونستیم. گرزم به خدمت شما که زاویه دیدش همه چی مثل همون 206 تیپ 2 ایرانیزه است، مثل 207. آینه بغل ها یک مقداری کوچیکه به هر حال طراحی شده که به بغل شما اونقدر اشراف ندارین، باید حواستون باشه. هر طور هم که تنظیم کنین 2 متر هم قدتون باشه، بازم کاپوت ماشین رو شما نخواهید دید. دید عقبش مناسبه. توی این مدل های فرانسوی هم سنسور عقب نداره متاسفانه، ولی خب ماشین هم اونقدر طولش زیاد نیست دیگه، میشه دستتون میاد 3 متر و 70-80 سانت بیشتر نیست، دستتون میاد یکی دو بار که بزنین به عقب. مرسی چشم. خب الان فرمون ماشین چقدر نرمه، با اینکه لاستیک 205 زیر چرخه ماشینه، ولی واقعا فرمونش خیلی نرم بود واقعا. یعنی نگاه کنین از 206 خودم ایرانیزش نرمتره، با اینکه پهنای این لاستیک الان بیشتره، باید یک مقداری بیشتر فشار روی جلو بندی و فرمون باشه، ولی الان دور زدن واقعا نرم بود. بعد سیستم تعلیق ماشین واقعا خشکه، هر دست اندازی شما بگین من دارم الان حس میکنم داخل کابین که این خب خودش باعث این میشه که کابین ماشین یک مقداری زودتر به سر و صدا بیفته. الان میبینین که من پام رو کلاژه ولی ماشین همینجوری داره گاز میخوره، میتونه مشکل سنسور دریچه گاز میلنگ باشه. از دست سیماشه. دست سیمه؟ آره یک نقطه ضعفی هم که حالا این فرانسوی‌ها دارن دیگه، سیم کشی‌هاشون یک مقداری معیوب میشه و شما باید یک هزینه‌ای بکنید، در جریان باید باشید. خریدش خیلی باید مراقب باشید چون ضعفش خیلی سخت پیدا میشه. آره. کجای مشکل بعدش. فرمون ماشین واقعا نرمه. از کویک تیبادو و پراید 111 206 ایرانیزه خودم واقعا نرم‌تره. من فکر میکنم گیربکس ها اینا هم فرق میکنه با حالا گیربکس این ایرانیزه ها، فکر میکنم چون اونا 450 میخوره به اصطلاح BE4 گیربکس BE4 اینا خیلی مچتره و حالا اون ایسیو فرانسوی هم که به هر حال هست خیلی ماشین روونتر داره کار میکنه و قطعا اگر درگ بین این دوتا ماشین بین 206 خودم و اینو بذاریم فکر میکنم
پیرمرد 20 ساله حرف برای گفتن داشته باشه. شیره حالا چه خسته باشه چه پیر باشه چه سنش هر حال. ترمز ماشین رو هم بخوام چک کنیم کسی نیست. خب یک بدی داره، ABS کلا این فرانسوی‌ها خیلی زودتر وارد مدار میشه، خیلی زودتر وارد مدار شد. نداشت؟ نه ABS نداره. خب پس مرسی. ABS کلا نداره یا فرانسوی کلا ABS نداره؟ این مدل‌های بالاترش داره یا آره از یک سری به بعدش دیگه ABS شروع شد. اینا رو دیگه نذاشتن. ABS انگار چیز شد، واجب شد دیگه ماشین از یک سری به بعد. که مثلا پرایدو هم از یک سری به بعد ABS دارن. الان ترمز که گرفتم یکم ماشین دیدی؟ کشید به راست. دیگه زمینم نبوده. من یکم کلوس چپ هم ضعیف. چپ کلوس. یکم زمینم سو یکم کلوس چپ ضعیف. میکشه به این راست. از حس تعویض دنده ها بگم خیلی دنده ها نرم داره عوض میشه و واقعا میشه گفتش که از نظر حس حالا تعویض دنده ها شما پشت 206 بشینید یا پراید بشینید واقعا فرق میکنه. از یعنی نقطه ضعفش نیست، مزیتشه. خیلی حس بهتری بهتون میده. باز دوباره ما رفتیم رو سنگ فرشا، سیستم تعلیق خشک ماشین و البته سر و صدای کابینی که واقعا شما باید یک دونه حالا ضبط خوب بگیرین، یک بلندگو ضبط خوب عقب بذارین تا تم زیاد کنین که این سر صدا نمیشه اذیتتون نکنه. واقعا موتور هم موقع نمیشه. آره دیگه راهکار دیگه. اینجا رو ما الان خیلی من دید به جانب هیچی ندارم. در حال هوای مشهد هم بارونی و ما یک مقداری باید احتیاط رو رعایت کنیم. آره به طور کلی از ماشین راضی هستی؟ حالا تو این 1 سال 2 سالی که خریدی ماشینو با توجه به هزینه‌ای که به هر حال 206 تیپ 2 کار کرده روی دست به هر حال خریدارش میذاره، چه خرجایی کردی، چقدر بوده و حالا نسبت به تیبا 2 میصرفید یا نه؟ خرج که من فقط یه طلق عوض کردم از این ماشین. خب تصمیم تایمش هم گرفتم، هنوز عوض نکردم. به سلامتی عوض می‌کنی. خب خرج دیگه نکردم براش. الان 1 سال و 6 ماه. 1 سال و 6 ماه دستته. واشر ایناها که نه، حتی باتری هم براش گرفتم. باتری حالا اینا دیگه مصرفی هم که آره. باشه که نزده، مثلا مشکل جوش آوردن و اینا که اصلا نداشت. چی تو تالستون چی تو زمین. ایراد برقی چیزی. ایراد برقی این که سوپاینا میسوزه، انگار تو جعبه فیوز یکم ضعف داره، کلا برقش یکم ضعیف میشه. جعبه فیوزش مثلا تقریبا 1,500 تومان کار داره. آها. اگه هم که بخوای نو بخری که مثلا 4.5 احمد اون آینه بغل رو بی زحمت یکم بده بالا درستش کن. دیگه مثلا آینه بغل اینا دستیه ولی توی مثلا تیبا 2 کویک برقی راحت دیگه نمیخواد شما تو سرما دستتو ببری بیرون تنظیم کنی. آره دیگه خلاصه ببینین نقطه ضعف‌های 206 کلا تیپ 2 جلوبندی استهلاک بالا، جلوبندیش نسبت به حالا کویک و تیبا ضعیف‌تره، استهلاکش بالاتره، اجرت‌ها به هر حال بیشتره، قطعات گرونتره. یک مقداری سیم کشی این فرانسوی‌ها با توجه به اینکه حالا در 15 سال 20 سال از عمرشون میگذره الان داره خودشون نشون میده دچار ایراد شده. اما مزیتش اینه که شما سوار یک 206 هستین و از نظر ایمنی قطعا از تمام این ماشینا بهتره. این دوستمون هم به خاطر اینکه به هر حال جاده اینا میره 206 رو انتخاب کرده. قدرت و اینا زیاد ضعیف نیست تو جاده. قدرتش یکم اذیت میکنه ولی نه اونقدر بیشتر مثلا تو سربالایی و جایی که خیلی باد شدیده به چشم میاد، وگرنه اذیتمون نیست. الان نگاه کنید من تخت گازم این باید یه ریمپ هم بشه چون دور موتور دیگه نهایت تا 4000 الان داشت پر میکرد. نه حالا پر نکردم. بذار من بشینم. اختصاصی و راننده. الان یک مقداری حالا چون جاده هم به هر حال بولوار لغزنده است. آره ولی فرمونش خیلی شله. من فکر میکنم یک تغییراتی داده. 80 تا دیگه نه؟ الان ما 110 تا داشتیم. نه 80 تا بود.
به خدا 80 تا بود. حالا جریمه شدی با من. قرضش به شما. آره. حالا بیا. خب کلا نسبت به تیبادو من ماشین خواهم تیبادوه فرمون شما خیلی بیشتر دوست دارم. یعنی موقعی که من خواستم اینو بگیرم یه مدت تیبادو سوار شدم. آره. الان دیگه؟ آره. نه آقا قبول. دور موتورش خوب بر میکنه. هندلینگش این ماشین خیلی بهتره. قطعاً هندلینگش. چون اصلا نه فنربندیش اینها خوشتره. ماشین استیبل تر از تیبادو به هر حال کویکه. استیبلی که باز خیلی بیشتر است. مثلا پراید اینا خیلی استیبل تره. آره پراید. تیبا مثلا اونش خیلی در میاد. آره پشت ماشین اینجا رو ما بوق میزنیم، پشت ماشین خیلی خوب در میره. اگر دوست دارین، حالا من به مالکم میگم اگر علاقه داشت شما هم حتما کامنت کنین. اگر دوست دارین بین این ماشین و حالا 206 پرتوان ایرانیزه خودم، حالا اگر هوا اوکی شد، آره انشالله واشر نزنه هیچ کدومشون، ولی یک درک بذارین انشالله. بالاخره واشر برای زدنه. اصلا واشر میذارن که بزنه. آره. وگرنه آره و اصلش برای زدن. خیلی خوب. شما در کل راضی هستین از این ماشین یا نه؟ آره خدا رو شکر. چون من مثلا یه سری تصادف سنگینی هم داشتم. مثلا با 100 تا با لاستیک رفتن تو جو. و کل ماشین هیچ آسیبی ندید به جز طبقش. راست؟ نه همون سمت چپ. همین چپیه. آره که طبقو کلا من عوض کردم و یه رینگ لاستیک هم انداختم دیگه. کلا لاستیک رولینگش رو از دست دادم ولی دیگه هیچ اتفاقی برای ماشین نیفتاد. و یه جوری هم بود که من خودم فکر می‌کردم ممکنه برم. از دنیا. آره وارونه بشه ماشین چپ بکنم. همون دعای خیر من بوده که تو رو حفظ کرده. بالاخره یه روزی بشه که بتونیم بیایم اینجا زیر بارمون. الان بخوایم یک شتابگیری از ماشین بگیم برای حال یکم خطرناک هم هست ولی L90 جا میذاره. شتابش واقعا از تیپ 2 خودم خیلی بهتره. دنده 4 دیگه چیز میشه. دنده 4ش هم داره دیگه. من میترسم فرمون خیلی نرمه، واقعا خیلی نرمه. الان 120 تا که رفت دیگه. آره دیگه اینجا دیگه نشد که بشه. آره ولی اصلا نه حسی که 206 میده خیلی اطمینان تو بیشتری داری نسبت به پراید که دیگه هیچی. حتی از تیبادو هم من حس ایمنی و اطمینان بیشتری دارم. ایناش خوبه. آره من یکی همین که دنده میزنی یهویی شتابش میپره ماشین قشنگ تازه تیپ 2 هم هست. آره خیلی دوست دارم. حالا باعث شتابی نداره ولی میزنی قشنگ یه کمکی بهت میزنه که من دارم میرم. خب اینجا هم میتونیم تا حدی هندلینگ ماشین رو چطوره. حالا تو بارون که نمیشه چون ماشین لاستیکای به هر حال زیر ماشین 250 یک مقداری هندلینگش رو هم بهتر کرده واقعا. لاستیکای ماشین من 185. آره اون زیاد ازش توقعی نمیشه. این آینه ها رو درست نکردیم. آره میدونی چون که شیشه‌اش من تازه یکی بهم زده بود شیشه‌اش افتاده بود. با چسبم بچرخونم نه اصلا با کفی و اینا اومدم بچرخونم هی لغ می‌زد بعد تصویرم که بیفته. الان من دارم با حدس و گمان میرم راست. دیگه شما 206 داری بعد برگردی نگاه کنی باید. به شیشه نگاه کن. نگاه یه بعدیش همینه هر وقت می‌خوای سرعت بگیری بعد برگردی. نقطه کور خیلی داره. نقطه کور خیلی داره. آره. نقطه کورش تو 4-5 رانندگی می‌بینی گردن درد. بس که برگشت نگاه کنی. صندلی ماشین ولی خیلی خوبه. آره صندلی. واقعا صندلیاش خیلی خوبه. این قسمت پایینش هم به صورت فابریک چرمه. کیفیتش واقعا پارچش اینا خیلی بهتر از این ایرانیزاستا. ولی تنظیم ارتفاعشو دیگه از دست داده دیگه. دیگه جون نداره. آره. دیگه رد. دیگه 20 سال دیگه عمرشه دیگه. داداش چه توقعی داری؟ ممنون که تا اینجا ویدیو همراه ما بودین. اگر دوست دارین که به هر حال حالا ماشینای بیشتری رو تست کنیم حتما اون ماشین رو توی قسمت کامنت ها بذارین چی باشه. حتما در اولین فرصت تستش میکنیم. چنل رو سابسکرایب کنین. یادتون نره لایک ویدیو هم حتما انجام بدین. یادتون نره. تا ویدیو بعدی لایک ویدیو سابسکرایب چنل. تا ویدیو بعدی خدا نگهدار.